سلام به دوستای عزیزم، به کانال کامپیوتر آکادمی خوش آمدید. یه چند روزی بود که نتونستم ادامه ویدیوها رو براتون بذارم، درگیر درست کردن کانال دومم بودم و حسابی اون کانال وقتم رو گرفته بود، ولی بسیار کانال خوب و موفقی بود و کاملا زمینه فعالیتم با زمینه فعالیت این کانال متفاوته. توی اون کانال من ویدیوهای ASMR رو میذارم و ویدیوهایی هستن که برای ریلکسیشن و برای دور شدن از استرس و کلا نگاه کردنشون بسیار جذابه. حالا لینک این ویدیوها رو براتون این بالا میذارم، اگه دوست داشتید علاوه بر آموزش فتوشاپ به این کانالم یه سر بزنید، نظرتون هم برام بنویسید، ببینیم این سبک ویدیوها رو دوست دارید و این شنهایی که من باهاشون این ویدیوها رو درست میکنم واقعا استفاده ازشون لذت بخشه. خب بریم سراغ آموزش. توی ویدیوی قبلی تا ابزار کراپ تولز بهتون آموزش دادیم که ابزاری بود برای برش دادن تصویره. منتها امروز هم ابزار فریم تولز رو میخوایم آموزش بدیم. این ابزار میاد عکس شما رو تو حالتهای مختلف به صورت دایره، به صورت مستطیل یا به صورت شکل‌های مختلف، تو هر شکلی شما میتونید عکستون رو قرار بدید و برش بدید. خب برای این کار من یه عکسی رو انتخاب کردم، یه فنجون قهوه رو انتخاب کردم و ابزار فریم تولز رو کلیک میکنم. توی نوار آپشنش دو تا حالت داره، یا فریم مستطیل داره اینجا یا فریم دایره. من فریم دایره رو انتخاب میکنم و یه درگ میزنم روی این قسمت فنجونم و یه جوری اینو بعدنم قابل تنظیمه، یعنی کاملا میتونم اینو تغییر اندازه بدم و اندازه حالا لبه داخلی این فنجون، این دایره تویی رو انتخاب میکنم و بعد از اون یه F7 بزنم، پنجره لیرم هم بیاد این بغل. چه شلوغم هست اینجا، اینا رو هم ببرم این بیاد عقب‌تر. خب ببینید اینجا تو پنجره لیرم مشخصه دیگه، یه لایه بک‌گراند دارم، یه لایه دارم که به عنوان فریم یا همون قاب ایجاد شده. حالا میخوام عکسمو بیام تو این قرار بدم وسط این فنجون. فایل رو میزنم و گزینه پلیس ایمبدد رو انتخاب میکنم. یکی از عکسامو، حالا یکی از این عکسای خودم، یکی از این عکسامو انتخاب میکنم و الان که بخوام عکس رو تغییر اندازه بدم، روی این لایه، روی لایه عکسش یک کلیک میزنم، کنترل تی میزنم و اینو بزرگترش میکنم. دقیقاً جاش میدم توی این قاب و هر چقدر بخوام اینو بزرگتر کنم میتونم اینو تغییر اندازه بدم. بعد از اینکه اینو قشنگ جا دادم تو این کاد، حتی میتونم اون فریمم هم تغییر اندازه بدم. اینجا یه تیک تایید رو بزنم رو فریم که کلیک کنم، حالا میتونم فریممو کوچیک بزرگ کنم، یه ذره از این بغل جاش بدم تا این لبه و یا یه ذره این بالایی رو ببرم این ورتر. تیک تایید رو میزنم و میتونم یه ذره هم اینو اوپاسیتیشو کم کنم که تصویرم کم رنگ و محو توی فنجون باشه. خب اینم یه کار جالبی بود. یه مدل دیگه هم داره که خب همین حالت مستطیلی. من یه صفحه سفید اینجا آماده کردم، میام یه کادر این وسط میکشم، یه قاب. شما میتونید یه قاب اینجا درج کنید و دوباره یه فایل پلیس ایمبدد رو بزنید و یه عکس دیگه بیاین تو اون بگنجونید. مثلا این دفعه این عکس رو میام تو این قرار میدم و میتونید رو عکس کلیک کنید، دوباره کنترل تی بزنید و عکس رو توی این قاب قشنگ جاش بدید که بزرگتر از اون قابتونم نباشه. مثلا یه مدل دیگه هم هست، من یه فایل نیو بزنم، یه سند 1000 در 1000 دیگه بسازم. یه مدل دیگه هم هست که شما میتونید تو هر شیپ دیگه، تو هر شکل هندسی دیگه بیاین اینو ایجاد کنید. ما شکلای هندسیمون اینجا بودن، رکتانگل تول داشتیم، مستطیل و الیپس تولز که دایره بود که خب تو حالتهای قبلی اینا رو داشتیم. میتونیم با تریانگل تول بسازیم که مثلث دیگه، میتونیم با پلیگون تول بسازیم که چند ضلعی، میتونیم عکسمون یعنی تو چند ضلعی بندازیم و یا تو کاستوم شیپ تولز. من کاستوم شیپ تولز رو انتخاب میکنم، از این بالا تو نوار آپشن گزینه شیپ یه مدل از این گلا رو انتخاب میکنم و یه درگ میکشم
وسط صفحه. این تصویرم که اینجا قرار گرفت، شما ببینید الان یه شیپ اینجا کشیدیم و این شیپمون حالا با پس زمینه پترن الان اینجا پر شده. میتونست با یه رنگ پر شده باشه. مهم نیست که رنگ پس زمینه چه، چون ما میخوایم اینو الان تبدیلش کنیم به یه قاب. برای تبدیل کردن به یه قاب کلیک راست میزنیم، کانورت تو فریم رو انتخاب میکنیم. حالا میتونیم یه اسم بذاریم، میتونیم هم نذاریم. اینو دیگه تبدیل کردیم به یه فریم، به یه قاب. توی پنجره لیرمون قابو داریم میبینیم که این لایحه دیگه شیپ نیست. حالا از منوی فایل گزینه پلیس ایمبدد میام، یه دونه از این عکس‌ها رو انتخاب میکنم و این عکس دقیقاً توی این قاب قرار میگیره و خیلی کار ساده و قشنگیه. خب ما عکسمون رو به هر شکلی که دوست داشته باشیم با ابزار فریممون میتونیم برش بدیم و به همون حالت درش بیاریم. خب اینم از ویدیو کوتاه امروزمون. تا ویدیوی بعدی که معرفی ابزارهای آیدراپر تول هست، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.